غم حيرة وتوجع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سؤال برای کل امت مسلمان. و تو به من بگوی ای برادر که سبت مرا گوش داری، جواب مرا بده. اول زمستان سرد بود، لباس غوث پوشیدی تا سردی زمستان تاثیر نکند. به خانه‌ات کدام از گرم کنک ها را خریدی که فرزندانت مریض نشوند؟ شب هنگام خواب جایت گرم بود، در بالای کدام تخت های اروپایی خوابیدی؟ کدام از نوع طعام ها را خوردی؟ یا سردی زمستان را براستی حس کردی؟ من زمان خوردی و بزرگی در فصل زمستان گاهی از شدت سردی انگشتایم را درد می‌گرفت. چون سرد بود آیا بار چنین شده ای؟ اگر به تو این حادثه رخ داده باشد همین زمستان تو مرا درک خواهی کرد. ببین زندانی های الحال که 70,000 نفر زندگی دارند، او هم در زیر خیمه ها. آیا امشب کدام از آنها از شدت سردی انگشتانش را درد گرفت؟ آیا کدام از آن کودک ها اشک ریخت و در نصف شب و مادر خود گریه کنان گفت مادر جان من زیاد خنک میخورم؟ کدام از آنها این حال را داشتند امشب؟ میدونی؟ نه، سرکه پروای گرسنه را دارند. کدام از آنها در سردی زمستان گرسنه خواب رفت؟ آیا باران و آب خیمه کدام از آنها را زیر کرد؟ شاید کل چیزشان تر شد و تا صبح خواب نرفت و گریان کرد. سبحان الله. خبر داری امشب کدام از آنها با چشم گریان دست برداشت و دعا کرد؟ آیا نمی ترسید که این کلمه را گفته باشد که یا الله شکایت دارم از برادرها، یا رب چرا برای این نجات ما نمی آیند؟ چرا در فکر ما نیستند؟ آیا ما چی کردیم به آنها؟ آیا آنها برادران ما نیستند؟ آیا ما یک جسد واحد نیستیم؟ ما را زیاد سرد گرفت امشب، او نیز حس کرد و در فکر ما بود. یا الله از جانب خود به ما یاری دهنده بفرست. ای برادرها شاید این شما را کرده باشد، نمی ترسید که از ما شکایت کرد نزد رب. شما بگویید چی باید کرد؟ و حال خودشان رها کنیم یا که کاری را که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد ما نیز آن گونه کنیم؟ گوش بگیر. ابن حاشم از ابو عون روایت میکند که زنی از عرب ها پیراهنی را به بازار بنی قینقاع بود و آن را فروخت و کنار دکانی که زرگری بود آنجا نشست. مرد زرگر دید که زنی مسلمان است، آهسته آمد. مرد زرگر دو طرف جامه زن را گرفته و به آن که زن متوجه شود آنها را از پشت گره زد. وقتی که آن زن برخاست قسمت از بدنش عریان شد. یهودیان خندیدند. زن مسلمان فریاد کشید. یکی از مسلمانان که آنجا بود این حادثه را دید، صدای آن زن را شنید و به غضب آمد. دوان آمد با یک ضربه زرگر را کشت. یهودیان آن مسلمان را کشتند. خویشاوندان آن مسلمان از سایر مسلمان علیه یهودی بنی قینقاع درخواست کمک کردند و بدین ترتیب فتنه برپا شد. این حادثه به گوش رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید. بدین سان کاسه صبر پیامبر صلی الله علیه و سلم لبریز شد. در مدینه عبدالبابا بن عبدالمنذر را جانشین تعیین نمود و پرچم مسلمانان را به حمزه بن ابو مطلب سپرید و با سپاه الله به طرف بنی قینقاع حرکت نمود. آنها وقت پیامبر را صلی الله علیه و سلم را دیدند و قلعه هایشان پناه بردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را سخت محاصره کرد و محاصره از روز شنبه نیمه ماه شوال سال دوم هجری آغاز شد و با مدت 15 شبانه روز تا اول ماه ذوالقعده و طول انجامید و الله وحشت را در قلوب یهودیان انداخت. همچنانه که هرگاه الله بخواهد قوم را خوار و ذلیل کند در دلهایشان ترس و وحشت می‌افکند. پس از آن با دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم از پایان آمدند و با زنان
و اموال و فرزندانشان تسلیم شدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داد آنها را ببندند. اینجا بود که عبدالله بن ابی بن سلول بار دیگر منافقتی خود را به نمایش گذاشت. او از پیامبر صلی الله علیه و سلم خواست که آنها را درگذرد و گفت: ای محمد صلی الله علیه و سلم، با همپیمانان من خوبی کن. بنی قینقاع همپیمانان خزرجی ها بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به او جواب نداد. بن ابی حرفش را تکرار نمود. ایزا به گریبان آن حضرت دست بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم سخت ناراحت شد تا آن جایی که از شدت ناراحتی چهرهش تغییر کرد و سپس فرمود: رهایم کن. اما این منافق حرفش را تکرار میکرد و میگفت: سوگند به الله، دست نبردار نیستم تا این که در حق همپیمانان من نیکی کنی. میخواهی 400 تن بدون زره و 300 تن زره پوش را در یک روز دور کنی، در حالی که همواره در برابر دشمنان ما را پشتیبانی کردند. به الله که من از گردش روزگار و کاری که میخواهی با اینها بکنی میترسم. رسول الله صلی الله علیه و سلم با این منافق که با تظاهرش از اسلام فقط 1 ماه میگذشت بهترین رفتار را کرد و آنها را به وی سپارید و دستور داد که آنها را از مدینه خارج کند و هرگز اجازه نداد در اطراف مدینه سکونت کند. یهودی بنی قینقاع و سوی شام کوچ کردند و دیر نپایید که بیشتری آنها هلاک شدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم اموال آنها را ضبط نمود و به غنیمت گرفت. ای برادرها، از این قصه چی برداشت کردید و چی تصمیم گرفتید؟ بیایید کل ما یک جای شویم و آن زندانی ها را که چشم براهند خوشحال بسازیم. انتخاب به شماست. آیا امروز می آید بهر نجاتشان یا فردا نزد رب می آیند برای شکایتشان؟ و به شما می گویم ای صدبرگ های باغ خلافت، یک در باغ و خاک تواغیت و کافی، ما را ببخشید که همچون باغبان شما را نگاه کرده نتوانستیم. ای خواهرانم، صبر داشته باشید. انشاءالله که زود است آزادیتان. من با شما میفخرم ای خواهران شیرم. در جنگل خلافت از بعض مردها شما مردتر هستید. انتقام شما را خواهیم گرفت به اذن الله. صبر، نصرت الله نزدیک است. والحمد لله رب العالمین. دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء.